فرزندان ایران یکپارچگی مام میهن را حفظ می‌کنند. 21 آذر ماه سالروز بازگرداندن آذربایجان گرانقدر و زرخیز به دامان ایرانمان را به همه آنانی که دل در گرو مهر میهن دارند شادباش می‌گوییم. پس از پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال پیامد حضور ارتش‌های بیگانه در استان‌های مرزی کشورمان، نیرنگ و آزمندی دشمنان این سرزمین و فرومایگی و سیاهکاری بیگانه پرستان میرفت تا بخشی دیگر از پیکر ایران اهورایی را از آن جدا نماید. ولی با پایمردی شاهنشاه جوان که فرمودند اگر دستم را هم قطع کنند سند جدایی آذربایجان را امضا نخواهم کرد و با جانفشانی های هممیهنان غیور آذری و از جانگذشتگی سربازان و افسران ارتش ایران زمین و همچنین خردمندی و تدبیر برخی از سیاسیون برنامه ایران ستیزان نقش برآب شد و آذربایجان گرانمایه نیز مانند کردستان دلاور پرور در کنار مام میهن حفظ گردید. هواداران سامانه پادشاهی نگاهداشت یکپارچگی ایرانمان را مهمترین وظیفه خویش می‌دانند و نهاد پادشاهی را در کنار پیوندهای ژرف تاریخی و عاطفی ملت بزرگ ایران عنصری نیرومند و مؤثر در استوار نگاه داشتن یگانگی ملی ایرانیان می‌بینند. از این رو ما سازمان‌ها و گروه‌های هوادار پادشاهی در جلوی هر گونه دسیسه بیگانگان و مزدوران آنها در راستای ایجاد شکاف در یکپارچگی و یگانگی ایران و ایرانیان آن نیرو و انگیزه بسیار ایستادگی نموده و از کیان کشور پدافند می‌نماییم. انجمن ایران دالاس، انجمن پادشاهی ایران، انجمن پیشگامان، پرچمداران انقلاب مشروطیت ایران، جنبش سیاسی اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم، رادیو آزادگان سوئد، گروه فرهنگی و سیاسی ایران پاد هیوستون، سازمان رستاخیز نوین ایران.